نوشته صدیقه ساسانی مأمور آبخوری. اگه راست میگی پس چرا اخراجت کردن؟ برای که نداشتن کارو انجام بدم. یه مشتی بچه سوسولی رفتن شکایتون به مدیرو کردن. بچه اومده میخواد آب بخوره، برای چی گفتی باید شورت پات باشه؟ خب بعضی از بچه‌ها شورت نمیپوشن. بیرو چه؟ مریض میشن. بقیه هم مریض میکنن. دایی جان لیوان بچه رو چرا گرفتی؟ لیوانش قشنگ بود، از چشویا بود. ازش گفتم میدی من تا بزنن آب بخوری گنه. منم گفتم برو گم شو. نکبر هیچکی به مأمور آبخوری نه نمیگه. ساندویچ اون یکی رو چرا گرفتی؟ سعیدی بله. سعیدی اومد گفتن یه گازی از ساندویچ میدیم از سر کار بودن، گفت که نمیتونن دهنی نمیخورن. من همش خوردن که دهنی نخوره ها. به تو چه که یه نفر 3 بار میره آب میخوره؟ خود زیاد میخورن، کمشون پر آب میشه، دل درد میگیرن دیگه، داستان میشه، ننه‌شون میاد برای من شر رو میده. به مأمور آبخوری چه که رفتی کیفشونو گشتی؟ یوسفی و اکبری همیشه ماتیک میارن، به تو چه؟ میذارن تو کیفشون قرچی هستن. خیلی هم خوراکیاشون خوشمزهه. یه بسکوت یادش رو دیدم. معلمتون میگه کل روز وایسادی دم شیر نرفتی آب. سر کلاس؟ خب چیکار کنم، کارم بود، من مأمور آبخوری میشدم. گذاشتن واسه زنگ تفریح شما نه رو. وقتی بچه ها میرن سر کلاس هم بعد یا اجازه میگیرم یا او میخورم. من باید وایسن نگاه کنن نخونش بلند نباشه، با لیوان بخوره، آبو زیاد وا نکنه، لولو ببنده و تو من باشه که با صابون کاغذی اول دستشون بشورم. شورت هم پاشون باشه. برو با افتخار شکل بلند